سلام، من پارمیسم. امروز میخوایم با هم ستون فقراتمون رو مهره به مهره بیدار کنیم. دستا رو رها کنید توی زانوها. ستون فقراتتون رو بلند و کشیده نگه دارید. دنبالچتون رو بکشید به سمت داخل، پشتتون رو گرد کنید یکم و آهسته مهره به مهره شروع به باز کردن ستون فقراتتون کنید و در مرحله آخر قفسه سینه. یه بار دیگه مفصل لگن رو میکشیم به سمت داخل، پشتمون رو یکم گرد میکنیم و با بازدم مهره به مهره ستون فقراتمون رو بیدار میکنیم. ممنونم که آگاهانه حرکت میکنید. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.